سلام به شما، خوش اومدین. سلام. امروز میخوایم درباره اون منبعی که برامون فرستادید صحبت کنیم. 10 نکته درباره آتئیسم. بله. و خب هدفمون اینه که یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به این مفهوم خداناباوری بر اساس همون نکات کلیدی ویدیو. البته بدون قضاوت خاصی. دقیقاً. فقط بررسی دیدگاه مطرح شده در اون منبع. چون به نظر میاد نویسنده ویدیو فکر میکنه این بحث مهمه، مخصوصاً با توجه به گسترشش تو دنیای امروز. درسته. پس ببینیم این منبع چی میگه. از تعریف شروع کنیم، انواعش، دلایل عدم باور، فرقش با چیزای دیگه، چرا داره بیشتر میشه و اون تصورات اشتباه رایج. خب، اولین نکته‌ای که ویدیو روش خیلی تاکید داره اینه که آتئیسم یه ایدئولوژی یا مثلا یه فرقه نیست. یعنی یه گروه یک دست نیستن؟ اصلاً. تنها نقطه اشتراکشون اینه که به وجود خدا باور ندارن. همین. دلایلش چی میتونه باشه طبق این منبع؟ ممکنه مثلا داستان‌های دینی رو غیر واقعی بدونن یا با اقلیت امروزی سازگار نبینن. آها. حتی ویدیویی اشاره‌ای هم میکنه که شاید بعضی وقتا از این داستان‌ها برای کنترل مردم هم استفاده شده باشه. جالب این تمایز اولیه. خب اگه یه گروه نیستن پس انواع مختلفی دارن لابد. دقیقاً. منبع 2 دسته اصلی رو میگه. یکی آتئیسم ملایم. ملایم یعنی چی؟ یعنی موضعش اینه که من باوری به وجود خدا ندارم. حالت دوم آتئیسم سخت هست. اون دیگه قاطعانه تره حتما. خدا وجود نداره. البته یه نکته جالب هم میگه. چی؟ که ممکنه یه نفر مثلا نسبت به خدای ادیان ابراهیمی موضعش سخت باشه ولی راجع به یه مفهوم کلی‌تر خدا موضعش ملایم باشه. چه جالب، این تفکیک خوبیه. نکته بعدی توی منبع که روش تاکید شده اینه که آتئیست بودن لزوماً یه انتخاب نیست. آره، این یکم شاید بحث برانگیز باشه. یعنی چی انتخاب نیست؟ مگه آدم خودش انتخاب نمیکنه چی رو باور کنه؟ ببینید، استدلال ویدیو اینه که باور، حالا چه به خدا چه به عدمش، بیشتر نتیجه بررسی شواهده. نتیجه است. آره، مثل این که شما نمیتونی همین الان انتخاب کنی که مثلا به یه اسب تک شاخه نامرئی باور داشته باشی اگه هیچ دلیلی براش نداری. آهان، فهمیدم منظورش چیه. یعنی اگه شواهد قانع کننده نباشه نمیشه زورکی باور کرد. دقیقاً. اینم نگاه جالبی بود. یه نکته دیگه هم بود که واقعا زاویه‌اش فرق داشت. میگفت آدمای دیندارم یه جورای آتئیستن. بله، اینم از اون حرفای تکون دهنده منبعه. چطور آخه؟ میگه خب مثلا یه مسلمون که به الله باور داره به زئوس یا خدایان هندو که باور نداره. درسته؟ خب آره. پس نسبت به اون خدایان دیگه موضعش مثل آتئیستاست. یعنی به اونا باور نداره. عجب. پس مرز بین باور و ناباوری شاید اونقدرها هم مشخص نباشه. یه جورایی همینه منظورش. خب اینا ما رو میرسونه به فرق آتئیست و آنتیتئیست. اینا یکی هن؟ نه، لزوماً. ویدیو میگه آنتیتئیسم یه جورایی زیر مجموعه آتئیسمه. زیر مجموعه؟ آره. آتئیست فقط به خدا باور نداره. اما آنتیتئیست خب نگاهش فراتره. یه جورایی دین ستیزه. یعنی چی دین سیز؟ یعنی معتقده که دین خودش چیز مضریه برای بشر. به جنگ‌های مذهبی اشاره میکنه، نقض حقوق بشر به اسم دین. مثال هم میزنه از کسی؟ بله، از کسایی مثل هیچنز یا داکنز اسم میبره. ولی خیلی مهمه که یادمون باشه طبق همین منبع همه آتئیستا لزوماً آنتیتئیست نیستن. اینم مهمه. خب و ارتباطشون با اگنوستیک ها یا نادانمگراها چیه؟ چون اینا هم گاهی قاطی میشن. اگنوستیکا موضعشون شکاکانه تره. میگن نمیدونم یا نمیشه فهمید خدا هست یا نه. پس فرق دارن با آتئیست ها. بله، هرچند ویدیو میگه اگنوستیسیزم ضعیف، یعنی اونی که میگه فعلا نمیدونیم، خیلی به آتئیسم ملایم نزدیکه. چرا؟ چون منطق هر دو اینه که تا وقتی دلیل محکم نداری خب باور نکن. البته یه نکته اجتماعی هم میگه. چی؟ که گاهی بعضیا برای اینکه درگیر بحث و تنش نشن میگن ما اگنوستیکیم. آها، خب حالا که تعاریف روشن شد بریم سراغ گسترش آتئیسم. منبع علتش رو چی میدونه؟ چند تا دلیل میاره. یکی بحث ارتباط آماری بین سطح تحصیلات بالاتر و کمتر شدن باور دینی تو خیلی جاهاست. یعنی هر کی تحصیلاتش بیشتره لزوماً آتئیست میشه؟ نه، لزوماً علت و معلولی، ولی یه همبستگی آماری دیده شده. دلیل دیگه دسترسی خیلی راحت به اطلاعات تو اینترنته.
خب اینترنت چطور اثر گذاشته؟ هم آدما رو با دیدگاه‌های مختلف آشنا کرده، هم به گفته منبع بعضی رسوایات و نهادهای مذهبی رو بیشتر افشا کرده. نکته دیگه‌ای هم بود؟ آره، تغییر ساختار خانواده‌ها و استقلال فکری بیشتر بچه‌ها و نهایتاً عملکرد بعضی حکومت‌های دینی هم میتونه مؤثر باشه. اما با همه اینا هنوزم اکثر مردم دنیا دیندارن. چرا؟ منبع توضیحی داره؟ بله، 2 تا دلیل اصلی رو میگه. اولی قدرت تلقین از بچگیه، خانواده، مدرسه، جامعه. که باور رو نهادینه میکنن. دقیقاً. بعداً زیر سوال بردنش سخت میشه. دلیل دومم جاذبه روانی ادیانه. جاذبه روانی؟ آره، اینکه دینها معمولاً جوابای ساده و قطعی میدن به سوالای بزرگ زندگی، هدف زندگی، مرگ، این چیزا. این قطعیت برای خیلی آرامش بخشه، حتی اگه جوابا دقیق نباشن. میفهمم. خب برسیم به بخش آخر. اون تصورات اشتباه درباره آتئیست ها. مثلا اینکه شیطان پرستن. آره، ویدیو اینو کاملا رد میکنه. میگه آتئیست اصولاً به هیچ چیز فراتبیعی، نه خدا نه شیطان، باور نداره. یا اینکه میگن همشون کمونیستن. اینم غلطه. گرایش سیاسی ربطی به باور دینی نداره لزوماً. مثال گلسریخی رو میاره که مارکسیست مسلمون بود و اون کلیشه خیلی رایج، بی اخلاقی. میگن بدون دین که نمیشه با اخلاق بود. منبع اینم رد میکنه. تأکید داره اخلاق میتونه منبع غیر دینی داشته باشه. خردد جمعی، همدلی، نیاز به زندگی با هم. یعنی آدم خوب و بد همه جا هست. دقیقاً. ربطی به دیندار بودن یا نبودن نداره. هیچ مدرکی هم نیست که آتئیستا بی اخلاق ترن. زندگیشون پوچ و بی هدفه. اینم میگه اشتباهه. معنای زندگی رو میشه تو چیزای دیگه پیدا کرد. عشق، روابط، کمک به دیگران، علم، هنر، حتی خود زندگی کردن. یعنی خودشون معنا میسازن. بله. و میگه هیچ آماری هم نداریم که نشون بده آتئیست‌ها بیشتر خودکشی میکنن یا پوچگراترن. پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع از حرفای منبع بکنیم، آتئیسم یه طیفه، نه یه گروه خاص. با آنتیتئیسم و اگنوستیسیسم فرق داره. عدم باورشون بیشتر نتیجه گیریه تا انتخاب صرف، و اون تصورات رایج مثل بی اخلاقی یا پوچی خب درست نیستن. گسترشش هم به تحولات اجتماعی و اطلاعاتی ربط میده. عالی بود. و در نهایت منبع یه سوال رو برای شما شنونده عزیز مطرح میکنه که خوبه بهش فکر کنید. چه سوالی؟ اینکه آیا آتئیست ها هم باید مثل دیندارها آزاد باشن که دیدگاهشون رو بگن و تو جامعه مطرح کنن، یا نه فکر میکنید آتئیسم برای جامعه خوب نیست و باید جلوش گرفته بشه؟ سوال مهمیه برای فکر کردن. دقیقاً. سوالیه برای تعامل بیشتر شما. خیلی ممنون که تو این بررسی با ما همراه بودید.